زبان تاجیکیست آنجا تاجیکستان است. اما شما عبدالله رئیبایی این را انکار کردید. زبان گفتید. در دنیا چندین زبانها زوال یافتند. ملت ها نیست. ملتی که خود را احتیاط نکرد میمیرد. در شرایط معاصر در فضای تاجیکستان و مخصوصا فضای خراسان یک بحران خیلی کلان با وجود آمده است. بحران معنوی است، درست‌ترش بحران هویت و بحران خودشناسی است. در ما نیگیلیسم ملی یا همان هجگرایی حکمران گردیده است. ما ارزش‌های را پیروی میکنیم که بوم خودی نیستند. این همه کارها هم با اعمال شدند که در طول سالها با وجود آمدند. این با یک شکل منقورت کنانی هست. به ارزش ها جایهای ارزش ها را گرفتند و مخصوصا در چنین شرایط ضرور است که ما به اصل خویش بپیوندیم و درک کنیم که واقعا ما کیستیم و بودن ما برای چیست و با کدام معیارها ارزش‌ها ما از دیگران تفاوت داریم. اگر که واقعا ما همین چیزها رو بینابر نگیریم، پس بودن ما برای چیست؟ با ارزش‌های دیگران زندگی کرده درباره خودشناسی حرف میزنیم، ارزش‌های ملی حرف میزنیم، در حالی که درک نمیکنیم که در چنین شرایط کدامی از ارزش‌ها بومی و ملی اند. واقعا ما توانایی همین را داریم که به درک همین پدیده رسیم. از مهمترین مسائل بحثی خودشناسی و مخصوصا بحران هویت در شرایط معاصر این دانستن حوادث دوران گذشته است. با کدام سببها و کیها مرزهای سیاسی را در پهنای خراسان بزرگ کشیدند و کیها تفرقه زبانی را در بین این عمومیت ها ملت ها با وجود آوردند. کی با وجود آوردن تفرقه فارسی، تاجیکی و دری بود؟ هدفهاشون چی بودند و در شرایط معاصر ما چگونه باید از اینها عبرت بگیریم؟ اگر واقعا همین کارا نکنیم اشتباه های نوبتی در دوره های نوبتی تاریخی می شوند. برای آدمی بداردین اهل فهم این درس های هستند که باید البته بگیرد. اما روس‌ها و انگلیس‌ها با نفوذی که در کشورهای آسیای میانه از جمله در افغانستان داشتند مانع تحقق این آرمان‌ها گردیدند. آنها که خطر را احساس کرده بودند میان ملت‌های هم نژاد و هم زبان فاصله ایجاد نمودند. به طور مثال زبان فارسی که پیوند دهنده این ملت‌ها بود را به تاجیکی تاجیکستان، دری افغانستان و فارسی ایران تقسیم بندی نمودند. آنها حتی فارسی زبانان سمرقند و بخارا را کاملا نادیده گرفته و زبان ازبکی و روسی را جایگزین فارسی ساختند. سپس میان این ملت‌ها نسبت به همدیگر نفرت پدید آوردند. آنها به هر وسیله ممکن خواستند میان این مردم شکاف ایجاد کنند. خود همین کلمه پارتی یا پارسی را که می‌بینیم این تقریباً از 2500 قبل از میلاد تا امروز این همین زبان سابقه داره. همین پارتی یا پارسی به این اساس وقتی که پارت‌ها دولت یونان سقوط دادن در افغانستان، اینا حکومتی تشکیل کردن. همون زبان یونانی که در اینجا زبان رسمی شده بود در وقت یونانیان باختر، همون زبان پان خود آریایی برگرداندن که به نظر به دولت و نظر به دستگاه دولتی پارتی و بعض نیره بلخی و بعض از نیره باختری و به همین ترتیب نامهای مختلف نظر به جای، نظر به دستگاه دولتی، نظر به اینا گرفته بود. اینمی زبان دوام میکنه در افغانستان. بعد از پارتا کوشانی ها در قرن اول میلادی به سر اقتدار میآیند به جای پارتا. همین زبان پارتی را اینا دوام میدن تا آغاز اسلام.
تا آغاز اسلام همی زبان پارتی در اینجا معمول بوده. حتی همون نام قدیمشان در کتیبه های کوشانی ها آریک بوده، آری، و بعد از او که در وقت نوشتن اوستایی شد و بعد از اوستایی در وقت پارتی بلخی شد. این حالی اما پارتی تا آغاز اسلام در امی ناحیه آریایی نشین در امی زبان به نام پارتی بود. در آغاز اسلام اینمی زبان پارسی گفته شد. این حال اینمی پارسی را ما کلمه شکلیش شناسی کنیم. ناصر خسرو خودش در قرن 4 و 5 میره به طرف حج، قطران تبریزی را در تبریز میبینه. اینمی قطران تبریزی شیرایش میره پیش ناصر خسرو و ناصر خسرو شیرایش میبینه، نو به زبان فارسی گپ میزد. اون در شما مراجعه کنید در سفرنامه در آغازش نوشته کرده که قطران شعر خوب میگفت اما زبان پارسی نیکو نمیدانست. ولی اجازه بدید که اینجا بخوانیم دقیقاً از اونجا که میگه در تبریز قطران نام شاعری را دیدم، شعر نیک میگفت اما زبان فارسی نیکو نمیدانست. پیش من آمد دیوان منجیک و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر معنی که او را مشکل بود از من پرسید. ببین کلش یک چیز واقعیت بسیار روشن نشان میده. امی قطران تبریزی، دیوان منجیک ترمذی هم سایه آریانشین، دقیقی خودش بلخی. به این ترتیب میخواین بگین استاد که زبان پارتی یا فارسی یا پارسی در اون روزگار در سرزمین ایران امروز در تبریز گویندگان چندانی نداشته و مردم به این زبان نمیفهمیدند. بله به خود قطران تبریزی ایره میخوانده و خودش گفته گرمه را بر شیرگویان جهان رشک آمدی، من در شیری دری بر پارسیان نکشودمی. و اونجا در امو وقت پارس بود، ایره میگه در شیر دری را با اوجان انتقال نمیدادم یا مثلا نمیبودم. ببین اینجا هم دری هم فارسی در امو وقت گفته شده و اما از نگاه ریشه پارسی وقتی که در انگلیسی نشته میکنین PRTHI میخوانیم پارسی و اون کلمه یونانی هایی را همونطور نشته کردن. چرا وقتی که یونانی ها اینجا آمدن زبان یونانی را رسمی ساختن، زبان لاتینه و از امو وقتایی پارسی بوده. بنابراین وقتی که ما در آغاز اسلام میاییم اینمی زبان در امی نخستین دستگاه دولتی افغانستان که عبارت است از سفاریان باشه، در اینمی زبان داخل دربار شد. ببینین برای یعقوب لیث شاعرها به زبان عربی مدح کردن. وقتی که او گفت که چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت، یعنی من به زبان فارسی و فارسی هم قادری هم پهلوی هم یک جا ذکر می شده. بله یعنی تفاوتی از هم ندارن، دری و فارسی هر دو یکی هستن. بله هر دو یکی هستن اما با تفاوت ای که زبان پارتی اصل نام است و اما دری که است. شما شاعرها ابن مقفع میگه که در به معنای باب به معنای دربار به معنای ازی که تمام مثلا نامه ها فرمانهای پادشاهی به همین زبان در دربار شایع بود. علی سربیره باب به معنای در به معنای دربار. وقتی که ایره دری را گفتن باز پسانتر نامش را فصیح هم ماندن، چرا که زبانهای دربار مرکز همیشه به حیث زبان معیاری زبان فصیح گفته میشه. بنابراین دری را به معنای فصیح هم بکار بردن. از قرن دوم هجری تا قرن 11 در افغانستان مربوط به افغانستان میشه همین زبان. چرا سفاریان، سامانیان، غزنویان، غوری ها و تیموریان هرات در نمی عصرها اینمی زبان شما فکر کنید در کجا بوده؟ مراکز پرورش ازی در اینمی جا بوده. دیگه شما نشان بده کدام جای مرکز فرهنگی زبان بوده؟ اینمی جا در افغانستان بوده. هدف ما است که اینمی تماما فارسی و دری اردوش کلش یک معنا داره. تاجیکی هم یک معنا داره. ما پیشتر گفتم اگه ابریشم حریر بگویی همون شاعر بسیار گفته، اگه پرند بگویی یا پرنیان بگویی همون یک زبان است. از این بود زبان دری، زبان تاجیکی، زبان فارسی، اینا دوی از هم جدا می‌کردند، شاید به عمد، آدم نمیدونه. ولی شما اونجا در مثلا میگید فارسی گویی، دری گویی ورا، هر چی میگویی بگو. لفظ خوب دلبری گویی ورا، هر چی میخواهی بگو. بهر من تنها زبان مادری است، همچون شیر مادر است. بهر او تشبیه دیگر نیست چون که مهر مادر است.
این جواب شما بود به این سگانه کردن زبان فارسی در اون زمان. سگانه کردن اینم باز جنبه سیاسی داشت. جنبه سیاسی داشت. یک زمانی در کشورهای همسایه ما یک آیه پیدا شد، یعنی که او رو بسیار تشویق و تبلیغ میکردن، میگفتن که خیلی زبان تاجیکی اصلا وجود نداشت، زبان دری هم وجود نداشت، بلکه این مهاجران ایرانی آمدن و اینجا دولت ساختن و زبان اینجا آوردن و بالاخره زبان بومی نیست، یعنی که زبان آورده است، یعنی که زبان بومی این مردم نیست. زبان اینجا یعنی که در نظر داشتن که زبان ترکی بود، زبان وارداتیه به اصطلاح، وارداتی است. به این خاطر این خیر که گفتن. بس این در تاشکند در یک کنفرانس بین المللی همین گزارش شده بود. بعد به من خیلی سخت رسید همین گزارش او که از نظر علمی و از نظر تاریخی پر از اشتباه بود. اونا آگاهی نداشتن که بابا او دولت کیانیان که 4000 سال تاریخ داشت، پایتختش همینجا بود، در بلخ بود تا بدخشان، این در باختر یک ساتراپی ایرانی بزرگ بود در عهد اهخامنشی‌ها. یک ساتراپ بود از ساتراپی 19 و داخل ایرانی بزرگ بود اما وقتم در عهد اهخامنشی‌ها. و اینا که این تاریخ نادیده میگرفتن، نمیدونستن اصلا که از کجا پیدا شده. بعد من در خود تاشکند همین شعر نگفتم، در حقیقت ازبکستان چاپ کردم، یعنی که جواب فوراً جواب به همون گزارشی که پر از اشتباه بود و خطا بود، جواب همین شعر من گفتم، یعنی که اینم باز یک جواب دیگر است برای یک گروه ارتجاعی، اونایی که مقام ملت تاجیک و فرهنگ فارسی را در این منطقه یعنی که رد میکنن، انکار میکنن. اینم جواب بود.